أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن نهلوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، تعداد من صلوا لله في الحرمين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. قسمت 8.
سلام علیکم. و علیکم السلام. خبرها را شنیده ای؟ کدام خبرها را؟ زبیر و همراهانش. شنیدم آنها در اطراف خریبه هستند. نمیدانی برای چه آمدن؟ چرا اینقدر برایت مهم است؟ شاید میخواهند اینجا مدتی بمانند، چون که زبیر و طلحه اینجا باغ و ملک دارند. موضوع خطرناکتر از این حرف است. واضح‌تر بگو. آمده اند برای گرفتن انتقام خون از ما. دیروز تمام رؤسای قبایل را جمع کرده بودند و از آنها طلب همکاری می‌کردند. به خدا خیلی بد است. بد نیست. مصیبت بزرگی است که بر سرمان نازل شده است. آیا امیر مومنان از آمدنشان راضی است؟ نه، به نظر می‌رسد آنها بدون خبر و مشورت او آمدند. بنابراین آشوبگرند. منظورت چیست؟ از فرمان امیر مومنان سرپیچی کردند. سرپیچی از فرمان او یعنی علیه او هستند و جایز است برای دفاع از او با آنها بجنگیم. در مورد جنگ با آنها که ناچاریم، زیرا آمده اند گردنمان را بزنند. اگر حلال باشد که دیگر چه بهتر. بگذار نزد عثمان ابن حنیف برویم تا ببینیم او چه تصمیمی گرفته است. برویم. عمران ابن حسین و ابوالاسود دوالی زیاد اینجا نماندند، مگر مادر مؤمنان چیزی به آنها گفته که ناراحت شدند؟ نه ابن طلحه، او حقیقت آنچه به خاطرش آمده ایم را به آنها گفته است. چه گفت؟ برایم بگو. گفت این شورشیان که از شهرها و قبیله های مختلف آمده بودند بی هیچ عذر و دلیلی امام مسلمانان را به شهادت رساندند و با این کار مستحق لعنت خدا و رسولش شدند. خون حلال را مباح شمرده و آن را ریختند و شهر پیامبر را حد حرمت کردند. من همراه مسلمانان حرکت کردم تا حقیقت را آشکار کنم و به آنان بیاموزم چگونه این فتنه را خاموش کنند. خداوند متعال در کتاب عزیزش می‌فرماید بسیاری از نجواهای آنها خیر و سودی ندارد مگر آن کسی که به صدقه و احسانی یا به کار پسندیده‌ای یا اصلاح بین مردم دستور دهد. خداوند متعال و پیامبرش بزرگ و کوچک مرد و زن را به اصلاح امر می نماید. پس وظیفه ما چیست؟ این است که شما را به نیکی امر کنیم. خدا به او جزای خیر دهد، به جز حقیقت چیزی نگفته. امیدوارم که عثمان ابن حنیف سخنان مادر مؤمنان را که شنید او نیز به ما بپیوندد. گمان نمی کنم. چهره عمران و ابوالاسود چیز دیگری می گفت. به نظر می رسد آنان از سخنانی که شنیدند راضی نبودند. تنها آنچه خدا مقدر کرده می شود. امیدوارم خداوند ما و آنها را به سوی خیر مسلمانان راهنمایی کند. سخنم را باور نمی کنی ابن حنیف؟ چرا عجله می کنی ای ابن جبله؟ افرادی را نزد آنان فرستادم و خبر درست برایم می آورند. طبق عادتشان دروغ میگویند. وای بر نفس شرورت ای هرقوس. آیا میدانی درباره چه کسانی سخن میگویی؟ بله، میدانم چه میگویم. درباره گروهی که خلیفه را رها کرده و از فرمانش سرپیچی کرده. مؤدب باش ای ابن زهیر، مؤدب باش. نه به خدا مؤدب نمیشوم. مطمئن باش تا ندانم تو چه کاری مؤدب نمیشوم ابن حنیف. آیا فرمانی از خلیفه دریافت کردی که طبق آن به آنها اجازه داده اینجا بیایند؟ خودم میگویم نه. بنابراین چگونه اجازه میدهی بدون اطلاع تو جمع شوند؟ تو شکاره مردم هستی؟ امیر هستی؟ یا چیزی شبیه آن؟ هرقوس، مراقب گفتارت باش و بدان از دهانت چه در می آید. من امیر بصره هستم و میدانم با بزرگان صحابه که اینجا آمدند چگونه برخورد کنم. عمران ابن حسین و ابوالاسود دوالی رسیدند. بگو اینجا بیاید. خواهی دید که آنچه برایت گفتم درست است ابن حنیف.
سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بگویید چه خبرهایی آوردید؟ بگو عمران، بگو. نگفتم کار به همین جا ختم نمی شود؟ برخی میگویند طلحه و زبیر با این کارشان از فرمان امیر مومنان سرپیچی کردند. نمیدانم برای چه نامش را سرپیچی نهادند. نمیدانند آنان برای اصلاح حرکت کردند. میگویند کار آنها شبیه کار کسانی است که علیه عثمان شورش کردند. دروغ میگویند. طلحه و زبیر برای قصاص قاتلان عثمان آمدند، نه برای جنگیدن و شورش علیه پدر. باید با دقت به موضوع بنگریم حسین و به افرادی که در کمین این امت نشستند اجازه ندهیم سنگ اندازی کنند. خداوند حال و روز این امت را اصلاح نماید. مسلمانان را میبینم که در برابر هم شمشیر میکشند. امتی را میبینم که یکدیگر را به قتل میرسانند. این یکی فریاد الله اکبر سر میدهد و آن یکی فریاد الله اکبر. الله اکبر. آنچه گفتی خیلی وحشتناک است ای حسن، ولیکن چیزی نمانده تا این اتفاق دیگر رخ دهد. و این تمام چیزهایی بود که از آنان شنیدیم. نگفتم آنها به بهانه اصلاح آمده اند تا مسلمانان را به جان هم بیاندازند؟ انا لله و انا الیه راجعون. قسم به پروردگار کعبه، جنگ هایی که پیامبر میگفت آغاز گشت، بنگرید کارمان به کجا رسیده. به خدای بزرگ قسم چنان کشته کشتار شود که چیز زیادی از شما باقی نمیماند. حال میخواهید چی کار کنید؟ باید ابتدا نظر اهل بصره را بدانم. آیا با آنان هم فکر هستند یا نه؟ گوش کن پسرم. سلام مرا به ام المؤمنین عایشه برسان و به او بگو پسرت احنف از این کار کناره میگیرد. شاید در کاری که انجام میدهی بر حق باشی، ولی ما خلیفه داریم و جایز نیست از اطاعت او خارج شد. ولی بیشتر قبیله ها به او ملحق شدند. اگر تمام اهل بصره هم حرکت کنند، من و قومم بنی تمیم از این موضوع کناره‌گیری میکنیم. به خدا قسم در هیچ مسئله این گونه دچار شک نشده بودم. برو پسرم، آنچه گفتم انجام بده. پروردگارا مسلمانان را یک دل و یک پارچه گردان. ای مردم، ای اهل بصره، همگی میدانید که عایشه مادر مؤمنان برای چه آمده و زبیر ابن عوام و طلحه ابن عبیدالله، و میدانید که آنان از خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. میخواهم بدانم شما چه تصمیمی گرفته اید؟ ای مردم، ای اهل بصره، ای ایها الناس، من قیس ابن عقدیه هستم. این قومی که آمدند اگر برای گرفتن انتقام خون عثمان رضی الله آمدند، ما قاتلان عثمان نیستیم. از من بشنوید، آنها را به همان جایی که آمدند بازگردانید. به خدا دروغ میگویی. آنها نگفتند که ما قاتلان عثمان هستیم. آنها آمدند از ما و دیگران طلب یاری کنند. والله اشتباه میکنی، اشتباه میکنی. خدا خارت کند اگر حق با من باشد. بیشتر قبیله های بصره به ما ملحق شدند. باید فردا نزد آنها برویم تا از آنان مطمئن شویم. باید بفهمند که اگر کسی دوست ندارد با ما بیاید، ما نیازی به او نداریم، زیرا اکثریت با ما هستند. آنچه مرا آرام می کند این است که افرادی که به ما ملحق شدند همه از بزرگان اهل بصره هستند. باید قبل از هر چیز به تمام شهرها نامه هایی بفرستیم و آنان را از اهداف خود مطلعشان کنیم. اگر همکاری نکردن لااقل اهداف ما را میفهمند. دایی، این کار خیلی مهم است، زیرا طولی نخواهد کشید که کینه توزان به مردم بگویند ما از اطاعت امیر مومنان خارج شده ایم، مخصوصا که امیر مومنان به سوی بصره به راه افتاده است. میدانید وقتی شنیدم که امیر مومنین حرکت کرده کمی ترس برم داشت، ولی اکنون احساس میکنم آمدن او به نفع ماست. بنابراین فردا همگی به بصره می رویم انشاءالله. به امید انشاءالله.
سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چه شده برادرم؟ موضوع چیست ای حسن؟ ما به سوی فتنه‌ای در حرکتیم که مسلمان برادر مسلمانش را می‌کشد. از دست ما چه کاری ساخته است؟ میترسم فردا پدرمان بی هیچ دلیل و یاوری کشته شود. چرا میترسی ای حسن؟ چرا؟ از وضعیت پیش آمده میترسم. وقتی عثمان ما را از جنگ با شورشیان منع کرد، همان روز از پدر خواستم مدینه را ترک کنیم تا اگر خلیفه شهید شد آنجا نباشیم. خودت هم میدانی که آنها ما را نیز محاصره کرده بودند، همانند خلیفه رحمت الله. و در مورد موضوع بیعت، اگر پدر صبر میکرد تا بیعت شهرهای دیگر هم به او برسد، اینک دچار فتنه پیش آمده نمیشدیم. تو بهتر میدانی ای حسن. این تصمیم را اهل مدینه گرفتند و پدر هم مجبور شد که آن را بپذیرد. میدانم حسین، میدانم. آرام باش ای حسن، آرام باش. اکنون هیچ کس بهانه‌ای ندارد. با چشمانتان دیدید که بیشتر مردم از طرفداران عثمان ابن عفان هستند. باید ابن حنیف برای مقابله با آنان بلند شود. اگر او برخیزد اهل بسته نیست با او برمیخیزند و زبیر و همراهانش را برمیگردند. گمان نمی کنم برخیزد. حتی هم قبیله هایش به زبیر ملحق شدن. هرقس به خوبی برای این کار برنامه ریختند. قبیله های ما را به خود جذب میکنند، سپس با آنها بر علیه خودمان میگن. مگر تو بین قومت نفوذ نداری؟ چرا ندارم؟ اگر به آنها میگفتم به هند برویم با من میآمدند، ولی آنها فریب خوردند. 6000 نفر از بنی سعد و همان اندازه از بنی تمیم. ببین، حتی قوم بنی تمیم هم دو دسته شدند. همه با بزرگشان احنف ابن قیس نماندند. میبینی؟ پس چاره چیست؟ چاره باید نزد ابن حنیف برویم تا از نیتش آگاه شویم. اگر از ما اطاعت کرد چه بهتر، اگر نه جز خودمون کسی را نداریم. قسم میخورم با آنها بجنگم، حتی اگر تمام اهل بصره با آنها ملحق شدند. باید نیروهایمان را مجهز کنیم، زیرا سلاح کافی نداریم. این کار را به من بسپار. نظرت را بگو ای عمران. دست نگه می‌داریم، ولی من تا آمدن امیر مومنان علی جلوی آنها را میگیرم. هرچه خداوند بخواهد. ای عثمان، این کار شر بزرگتری را به بار می آورد و تو دوست نداری. این کار دردی بی درمان و زخمی بی مرهم است. پس تا هنگامی که امیر مؤمنان می رسد با آنان مدارا کن. نظرت همین است؟ نظر دیگر ندارم. آیا می‌خواهی با مادر مؤمنان بجنگی و با زبیر ابن عوام حواری رسول الله صلی الله علیه و سلم و طلحه ابن عبیدالله که رسول الله صلی الله علیه و سلم دربارش فرمود هر کس دوست دارد به شهیدی که در زمین قدم برمی‌دارد نگاه کند، پس به طلحه ابن عبیدالله بنگرد؟ ولی من فرماندار خلیفه در اینجا هستم. اما تو هنوز نظر خلیفه را نمیدانی. افرادی را نزد او بفرست و منتظر مشورت او بمان. نظر خوبی است.
اما خونخواهی خلیفه مظلوم انجام حکمی از احکام خداوندی است. اگر انجامش دهید همه چیز به حالت اول باز می گردد، ولی اگر رهایش کنید دیگر هیچ قدرت و نظمی برایتان باقی نخواهد ماند. عزت و قدرت دین خداوند عزوجل در این کار نهفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا آگاهی از حال بهر یافتگان از کتاب خدا؟ به سوی حکم کتاب خدا دعوت می شوند تا در میانشان داوری کند. سپس گروهی از ایشان سرپیچی می کنند. به خدا قسم راست گفتی و امر به معروف کردی. والله اشتباه میکنی، ما حرفت رو نمیفهمیم. ای مردم، مادر مؤمنان میگوید بس کنید. ما برای جنگ و درگیری نیامدیم، ما برای اصلاح آمدیم. دست از درگیری بردارید، ما برای این کار نیامده ایم. این آشوب را تمام کنید. مشاهده کردی کارت به کجا رسید؟ آنچه شما انجام دادید هیچ ربطی به اسلام ندارد. مسلمان حقیقی کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. هر شخصی به برادرش بگوید کافر، خودش را متهم کرده است. از شما و کارهایتان تعجب میکنم، نه تقوا و نه ترسی از خداوند عزوجل. پروردگارا ما را در دینمان آزمایش مگردان و از شر نفس و وسوسه شیطان حفظ فرما. مشاهده کردی چه رویداد دایی؟ بله دیدم. این جانی ها احساس خطر کردند و برای گریز از قصاص مشکل درست میکنند. ما منتظر چنین چیزی بودیم. کسی از آنها را هم شناختی؟ بله به خدا قسم. بسیاری از آنها همان محاصره کنندگان خانه عثمان ابن عفان بودند. خدا رحمتش کند. خدا رحمتش کند. گمان نمی کنم بنی سعد راضی شود افراد قبیله‌اش را تحویل دهد. ولی آنها میگویند با ما هستند. بله، ولی هر قوز از قبیله آنهاست. راضی نمی شوند به ما تحویل دهند. ابو موسی اشعری، بزرگ اشعری ها، صحابی بزرگوار و فرستاده خدا به اهل یمن است. گمان نمی کنم خودش با ما بیاید. دیگران را نیز به این کار وادار نمی کند. چرا باید چنین کاری کند؟ به همان دلیلی که اهل مدینه حاضر نشدند با امیر مومنان همراه شوند. اهل کوفه امیر مومنان را دوست دارند، امکان ندارد با او همراه نشوند. آنها ابو موسی اشعری را نیز دوست دارند. امیر مومنان این را به خوبی می‌داند. گمان می‌کنم ابو موسی نیز درک کند ما برای چه آمدیم و از فتنه پرهیز می‌کنیم. امور بر مردم مشتبه شده و به سختی می‌توانند به این سرعت تصمیم خود را بگیرند. احساس نگرانی و اضطراب می‌کنم. تا کنون چنین روزهایی بر مسلمانان نگذشته است.
چه وقتی نزد این مردم می رویم؟ کدام مردم؟ همین مفسدانی که با سرپیچی از فرمان خلیفه کافر شدند. من فسادی از آنها ندیدم. آنها به بهشت بشارت داده شدند. تو که خودت را قاضی بندگان کرده ای و مؤمن و کافر تعیین می کنی. به نظر می رسد دلت با آنهاست. دل من و دیگران به تو هیچ ربطی ندارد. به امیر مؤمنان نامه نوشتم و منتظر پاسخ او هستم. تو مواظب خودت باش. تا آن زمان امور به نفع آنها شده و بر تمام عراق مسلط گشتند. از تو تعجب می کنم ای هرقوس. از یک طرف میگویی زبیر و همراهانش بدون اجازه امیر مومنان آمدند، از طرف دیگر از من میخواهی بدون اجازه امیر مومنان با آنها درگیر شوم. پس نمیخواهی با آنها درگیر شوی؟ نه به خدا قسم، مگر اینکه امیر مومنان به من فرمان دهد. نگفتم ابن جبله؟ نظرم درباره آنها اشتباه نبود. راهی برای ما نگذاشتی ای امیر. آنچه با سخن به دست نیاوردیم با شمشیر میگیریم. خدا رسوایتان کند. ادعای یاری علی میکنید ولی علی از شما بیزار است. هرچی میخوایی بگو. تو را زنده میگذاریم تا ببینید چه میکنیم و حق را از باطل بشناسی. صدق الله العظیم. پروردگارا، چه تغییری کرده ایم؟ چرا مانند بیشتر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کار کناره گیری نکردم؟ ولی اگر شام را رها می کردم، آیا این به مصلحت مسلمانان بود؟ اگر من این کار را رها می کردم، چه کسی می توانست خون عثمان رحمت الله را طلب کند؟ قاتلان عثمان رضی الله عنه همه جا می روند، اما هیچ کس جرأت بازداشتشان را ندارد. آیا شام را برای کسانی رها کنم که از فتنه و نیرنگشان هیچ امانی نیست؟ ای دشمنان خدا، به خیمه مادر مؤمنان شبیخون میزنید؟ الله اکبر! چه اتفاقی افتاده؟ این همان چیزی است که دیشب درباره‌اش سخن می‌گفتیم، همان چیزی که احتمالش را می‌دادیم. دیروز در برابر خلیفه مسلمین ایستادند و او را در خانه‌اش کشتند و امروز در برابر همسر رسول الله گستاخی کردند و می‌خواهند او را به قتل برسانند و فردا نمی‌دانم نوبتی کیست. خداوندا ما را در دینمان آزمایش مکن. باید آنها را دفن کنیم. دفن کردن حق میت است. بر آنها نماز نیز می‌خوانیم. بعد از این کارشان می‌خواهی برای آنها نماز بخوانی عمو؟ طغیان کردند اما مسلمانند. عملشان را به خدا واگذار می‌کنیم. درست گفتی عمو جان. باید دفنشان کنیم.
افرادت دیر کردند. میترسم در مأموریتشان شکست خورده باشند. گمان نکنم شکست بخورند. اگر هم شکست خورده باشند مستحق مرگ هستند. در میان ما جایی برای بی‌عرضه ها نیست. اما اگر آنها موفق نشوند و دستشان رو شود، مردم بر سرمان میریزند. اون نزد آنهاست، پیش آنها، مادر مؤمنان. میفهمی؟ کمترین اشاره‌ای به او مردم را بلند میکند، چه برسد به قتلش. بدون شک جنگی کمر شکن بر ضد ما راه میافتد. چه بهتر که جنگ شود. تنها راه نجات ما همین است. آیا معقول است که آنها نیت قتل مادر مؤمنان را داشتند؟ آنان با تحویلات رهبرانشان تصمیم میگیرند. مثلا میگویند چرا مادر مؤمنان به خود اجازه داده با خلیفه مسلمانان علی ابن ابی طالب بجنگد؟ به خدا قسم دروغ میگویند. آیا کسی که میخواهد با امیر مؤمنان بجنگد به بصره میرود؟ یا اینکه مستقیما نزد او در مدینه منوره میرود؟ حاشا که شمشیرهایمان بر امیر مؤمنان بکشیم. مگر همه مردم ندیدند که ما با علی ابن ابی طالب بیعت کردیم؟ ما شمشیرهایمان بر قاتلان عثمان که اینجا و آنجا مخفی شدند کشیده ایم. مادر مؤمنان جنگ با علی کرم الله وجهه و نقض بیعتش را روا ندانسته. او فقط به خاطر شکایت و درخواست مردم حرکت نمود. مردم به خاطر فتنه‌ای که ایجاد شده و به امید اصلاح و به خاطر بلندی منزلتش در اسلام نزد او آمدند. او نیز با مراعات شریعت اسلام و قرآن کریم حرکت نمود. مفسدین شبهه مطرح می کنند که کار او با سخن خدا که می‌فرماید در خانه‌های خود بمانید مخالفت نموده است و بدون شک این شبهه است پست و دروغین، زیرا فرمان الهی درباره ماندن زن در خانه با خروج او به خاطر مصلحت مانند رفتن به حج و عمره یا رفتن به سفر همراه محرم هیچ منافاتی ندارد. آیات خدا را بر اساس هوا و هوس خود تفسیر می کنند. مبادا چشم از آنان برداری. می ترسم بار دیگر این کار را تکرار کنند. خیالت راحت باشد ابا محمد، چشمانمان یک لحظه هم غافل نمی شود. قبایل بنو بکر و بنو طیب چه میخواهند؟ آمده‌اند تا با پدرمان بیعت کنند، با او را در هدفش همراهی کنند. بارکالله. وجودشان با ما مژده نیکیست انشاءالله. انشاءالله. به خدا قسم کارشان خیلی زشت است. چگونه اجازه ندادن عثمان ابن حنیف به دارالاماره برود در حالی که او فرماندار امیر المؤمنان بر بصره است؟ او اکنون نیرنگشان را فهمیده است. این مردم فکر میکنن که چون ما بر امیر مؤمنان خروج کرده ایم باید با ما بجنگند. به خدا دروغ میگویند. آنها همواره برای خیش بهانه میتراشند. اگر ترس از فتنه نبود با آنان میجنگیدم و میکشتمشان. حال که بیشتر اهل بصره با ما هستند این کار برای من آسان است. میخواستم در این باره سخن بگویم. بسیاری از مردم به ما پیوستند ولی مال کافی برای تجهیزشان نداریم. این آشوبگران بیت المال و قصر حکومت را تصاحب کردند و سلاح‌ها را دزدیدند. پس چاره چیست؟ هر اتفاقی بیفتد با آنها درگیر نمیشویم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. چه خبرهایی با خود دارید؟ خبر بد پدرم. خیر است انشالله. چه اتفاقی افتاده؟
نباید ننگ به بار بیاورم. فرار برای انسان ننگ است. بزرگی هیچگاه نابود نمی گردد. به خدا قسم اگر از اینجا بر نگردید بصره را به قبرستانتان مبدل می کنم. با آنها درگیر نشوید، جنگ نکنید. مادر مؤمنان میگوید با آنها جنگ نکنید، جنگ نکنید. درگیر نشوید. مادر مؤمنان به شما میگوید جنگ نکنید. محافظت کنید. از خیمه مادر مؤمنان محافظت کنید. مراقب مادر مؤمنان باشید. شورت به جای رسیدن به خیمه مادر مؤمنان حمله می‌کنید ای منافق؟ بله، و به هر کس که مردم را بر ما بشوراند. فقط با کسی بجنگید که با شما می جنگد.
رهایش کن تعقیبشان نکنید دنبالشان نروید تعقیبشان نکنید الحمدلله خداوند شکر. خداوند را سپاس که خونخواهی عثمان را برای من آسان گرداند. آنها بین اهل بصره پنهان شدند. پروردگارا هیچ یک از آنان را باقی مگذار. ارغوس و همراهانش گریختند و در خانه‌های بصره رفتند. از قبایلشان درخواست پناه خواهند کرد. بیشتر افراد قبیلهشان با ما هستند. باید یکی یکی پیدایشان کنیم. آنان قاتلان عثمان هستند. نباید فتنه دیگری رخ دهد. خدا خارت کند. اکنون به زمین افتاده ای. تو و همراهانت در قتل امیر مؤمنان شرکت داشتید. در میان مسلمانان تفرقه انداختید، خون ریختید و مال دنیا به چنگ آوردید. اکنون انتقام و نفرین خدا را بچش. ای مؤمنان، اگر در میان افراد قبیله شما کسانی هستند که در شورش مدینه شرکت داشتند، آنان را نزد ما بیاورید. ای مؤمنان، ای اهل بصره، چه شده حسن؟ امروز تو را در خیمه پدر ندیدم. آنجا بودم، ولی معاذ بن رفاعه صدایم زد و من رفتم. او چه می گفت؟ از پدر پرسید چه می خواهی و ما را کجا می بری؟ پدر پاسخ داد ما در پی صلحی هستیم که همه راضی باشند و آن را قبول کنند. معاذ پرسید اگر قبول نکردند چه؟ پدر گفت عذر آنان را میپذیریم و با صبر و حق رفتار میکنیم. معاذ اضافه کرد اگر راضی نشدند چه؟ پدر گفت تا زمانی که کاری به ما نداشته باشند ما نیز کاری با آنان نداریم. معاذ گفت اگر ما را رها نکردند چه؟ پدر پس از کمی سکوت گفت کاری به آنها نداریم و فقط از خیش دفاع میکنیم. سرانجام این کار چه میشود برادر؟ این که سوال ندارد. به خدا قسم جنگ است.
أنوار أحمد قد شعت من القمرين ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين بيت النبوة كم يزدان بالسبطين أنوار أحمد قد شعت من القمرين طوبى لمن نهلوا من ذيلك النهرين ما كان للإنسان في الجوف من قلبين لكن حبهما نسكنه في العينين لكن حبهما نسكنه في العينين صلى عليك الله يا سيد الثقلين أنوار أحمد قد شعت من القمرين من الحسن ومن الشهيد حسين أنوار أحمد قد شعت من من الحسن ومن الشهيد حسين بيت النبوة كم يزدان بالسبطين وكذا على الحسن من وحد الصفين وعلى الحسين